اگه مجبور پوست بندازی مثل مار اونقدر خودتو به سنگ بمال تا خون بیاد. شاید اولش چندش به نظر برسه ولی اون پوست کهنه میپیچه دور گردنمون و خفمون میکنه. ذهن ما و تصورمون نسبت به خودمون و زندگیمون هم باید هر چند وقت یه بار پوست بندازه. یه تغییر، یه رشد رو به بالا برای اینکه بتونیم دووم بیاریم. حالا چه کسب و کارمون باشه، چه درس و دانشگاهمون باشه، چه مشکلات توی رابطمون. من آدمی بودم که از جمع فراری بودم، تنهایی خودمو بیشتر دوست داشتم، تا اینکه یه روز تو کارم به خاطر همین موضوع به مشکل خوردم. تحقیق و بررسیم خوب بود ولی تو پرزنتای طرح تو جلسات نمیخواستم صحبت کنم. این که من یه آدم درونگرا باشم مشکلی نیست، ولی این که میریم جلو نتیجه نمیگیریم، با درونگرایی توجیهش میکنیم مشکله. دیوید گاگینز تو خیلی از کتاباش و میگفت که وقتی دیگه نمیشه با فرار مشکلات رو انکار کنیم یه حس به گل نشستگی داریم. تو کتاب کوهتویی میگه که همونطور که کوه از تقابل دو قسمت از زمین به وجود میاد، کوه ما هم از دل دو تا نیاز، تقابل بین اون بخشی از ما که میدونه چی نیاز داره با اون بخشی که ما رو یه جوری میخواد عقب نگه داره به وجود میاد. این وظیفه ماه که از این کوه بالا بریم. اگه ما مشکلات خودمون رو به عنوان سوخت مسیر ببینیم، چالش به چالش، گره به گره، قدم به قدم زندگی رو جلو میبریم. تو کتاب شفای زندگی مثل همین کتاب نوشته این که ما یه مسئله و کوه جلوی خودمون داشته باشیم به این معنی نیست که خوردیم به بن‌بست یا بدشانسی. یکی توی رابطه‌ای که نیاز به ترمیم داره، یکی کاری داره که به چالش خورده، یه بدنی که چاق شده و نیاز به رسیدگی داره. همه اینا میتونن یه دری باشن به مرحله بعدی.